رسیدیم به همون موضعی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تولد شد و گفتیم که این خوشخبر خداوند به تمام جهانیان اعلام کرد. با چند نمود و با چند طریق تمام جهان، تمام شخصایی که علم داشتند، دانش داشتند، خواه اهل کتاب بدند، خواه مشرکای بدند که از نجوم و از ستاره ها با خبر بدند، همه فهمیدند که یک تغییرات شده است، یک تغییرات کلیه در دنیا شده است. شاید بعضی ها نمیدونستند که این تغییرات عبارت از چی است، اما همه به یقین میدونستند که چرخی تاریخ دیگر شد. انسانیت به مرحله دیگر قدم گذاشت و این مولودی با سعادت رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر چنده که در کتاب های تاریخ، در اکثری کتب، در اکثری آثار علما میبینیم 12 ربیع الاول سال 570 میلادی است، یعنی که سال عام الفیل. اما همچنانه که فلک شناسی بسیار معروف و مشهور اسلامی محمود پاشای مصری تأکید میکند و بسیار قیدهای نازک دیگر هم آورده است، انیقترش 9 ربیع الاول سال 571 میلادی است، یعنی 22 اپریل سال 571 میلادی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم پا به عرصه هستی گذاشت. بعد از مادر دوم شخصی که حضرت را سینه داد سویبه بود، کنیز ابولهب. ببینه خداوند اگر کسی را بخواهد که نامش در تاریخ ثبت شود، یک کاری را یا یک چیزی را سببش میکند، نام او دیگه ابدی میماند. سویبه ها میلیون نفر بدن، یک کنیزک ببینه به شرافت تولد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آزادی یافت و نامش در صفحه تاریخ ثبت گشت، سویبه. امروز دیگه خورد و بزرگ میدونن، اگر سوال کنن که سویبه کیست، همه میگوین که سویبه کنیز ابولهب بود که به شرافت تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم آزاد گشت و بعد مادر اولین زنی بود که به رسول الله صلی الله علیه و سلم شیر داد، سینه داد. عادت قریش این بود که در نظر دارم اشراف قریش نه همه قدرت داشتن، اما اشراف قریش عادتشون این بود که طفلکای خردساله از برای تربیه و پرورش به دایه ها میدادند. عادتا دایه هایی که فرزندای قریش هم میگرفتند از قبیله بنی سعد بودند. این یک شاخه حوازین است و این مردم بنی سعد زنها می اومدن به خاطر یک معیشت حاصل کردن، پول یافتن، فرزندان قریشی ها را می بردن، مدتی 2 سال تربیه می کردن، بعدا باز گردانده به پدر و مادرشان می رساندن و در بدل یک مبلغ کلانی را صاحب می شدن. بار یک عده از زنان بنی سعد به خاطر همون مولود قبول کردن، طفلکا را قبول کردن برای شیردهی به مکه مکرمه اومدن. ابن اسحاق روایت میکند از زبان حلیمه بنت ابی زعیب، یکی از همین زنای سعدیه، میگوید که همراه شوهرم، همراه حارث ابن عبدالعزا عازم مکه شدیم که یگان طفلک دسترس کنیم و به شرافت بزرگ کردن همون طفلک صاحب پول شویم، مال شویم. از بس که میگه سالی قحطی بود، بسیار سالی مشکل بود، بالا یک خر سوار بدم، خری سفیدی لاغر، قوت توانایی خیچه کشیدن نداشت، با من در بالا کاری در بالاش سوار، بیچاره خر قفا میماند. همراه ما صدا میکنم که یک لحظه صبر کنه من شما را دیرو کنم. یک بار 2 بار صبر کردن، اما دیدن که این خرکی لنگی ما همیشه قفا میماند، دیگر اعتنایی نکردند، رفتن. همراه شوهرم میگه، شوهرم یک شتری سفیدی خراب دیگر داره، میگه همون شتر از مهارش گرفته از یک ماده اشتر، او پای پیاده میرود، من در بالای خر سوار نکی، در معنی هر دومان گویا پیاده ایم. اومدیم به مکه، وقتی رسیدیم فرزندای پدردار و فرزندای ثروتمند همه را زنها علاقه انتخاب کرده گرفتیان.
اومدیم که یک طفلک مانده است با نام محمد صلی الله علیه و سلم. در ابتدا میگه قبولش نکردم، وقتی شنیدم که پدر ندارد، یتیم است. واقعا بیچاره یتیما در دنیا بسیار عذاب میکشند، مشقت دارند. کودک که به خاطر پدر مهربانی میکنند. اگر پدر نباشد چی بسا کسای سنگدل هستند که اعتنا نمیکنند. شما ببینید که حتی به حد ظالم شده بودیم که در میان مردم یک عرف است که به همه یتیما بازی نکنه که شما هم یتیم میشه، یا یتیم بیچاره را سرخر میگن. تا به حال قول این سخن ها مروج است. اگر چنده که ما زیاده از 1000 سال شد که الحمدلله مسلمان هستیم، اهل دین و دیانت هستیم، خداشناس هستیم. شیخ سعدی از زبان حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم سروده است: مرا باشد از درد طفلان خبر، که در خوردی از سر برفتم پدر. من آنگه سری تاجور داشتم، که سر در کناری پدر داشتم. حلیمه میگوید از بس که دیگر یگان کودک دیگر باقی نمانده بود، هر قدر جستجو کردیم نیافتیم. در ابتدا میگه نیت کردم که همون طفلک نگیرم، زیرا پدر ندارد، باباش پیر است، شاید تا 2 ساله باباش هم دیگه در قید حیات نماند، ما از مبلغ محروم میشویم. اما نزد شوهرم اومده، وقتی همراهش مصلحت کردم میگه شوهرم نصیحت کرد که بگی همون طفلک، شاید که خدای تعالی به خاطر آنکه ما یک طفلک یتیم تربیت میکنیم یک برکات در زندگی من عطا کند. اگه خداوند میخواست که این حلیمه معروف و مشهور دنیا گردد همراه شوهرش. ببینه آمده میگن از عبدالمطلب، گفتم قبولش دارم. عبدالمطلب هم خوشنودی خش اظهار کرد، فرزند داد در دستم. وقتی میگه طفلک خورده در آغوش گرفتم، قدرت خدای تعالی هر دو پیستانم پر از شیر شد. یک روز چیزی نخورده بودم، میگه هیچی نداشتیم. طعام ما همون شیری شتر بود، بیچاره شتر دیگر از خرابی و از مداری به حال شده بود که دیگر یک قطره شیر از او جوشیده نمیشه. کودک طفلک شیر زد، مست خوابش برد. پسرک خدمت میگه گرفتم، یک پسرک دارد با نام عبدالله ابن حاریس. پسر من میگه خورد سیر کرد. نشسته بوده، میگه که نخست شوهرم با یک تبسم فراخ داخل شد، گفت زنک جان گمان میکنم که همین طفل بسیار طفلی به پای قدم ای، شاید به خاطر یتیمیش باشه، خداوند برکت داده است. از شتر یک ستیل شیر جوشیدم. گفت سبحان الله، شتره که نو فرزند زایده است یک ستیل شیر نداره، یک ستیل شیر جوشیدم. همراه شوهر بگه خمسیری شیر زده، با بعضی دیگر از دوگانه هم تقسیم کرده. میگه حلیمه بعدا روزی دیگر که عازم وطن خود شدیم، باید به قبیله خود بر میگشتیم. خری سفید لاغر من قدرت خدای تعالی میگه پیش اسبا میتازه، همه قدر تیز میتازه. این زنا میگه در تعجب ماندیان که یا حلیمه ای دختری ابو زاید، این مگر همون خری نیست که پره روز در بالاش با مکه اومده بودی؟ میگه گفتم بله. گفتن چی دردش رسیده است؟ سبحان الله، اسبی تازی گشت است. بیچاره این زنای ساده است کجا میدونن که در بالای او خر طفلک سوار است که رحمت عالمیان است. خر میفهمد، اما متاسفانه بعضی شخصایی هستند که دعوای انسانیت میکنن، اما والله عقل فراست از خر پستر است. سبحان الله، خر میدونه که در بالا کی سواره، مثل یک اسب تازی مست تازان میروه. اما چی بسا مردم احمق به فراستی هستند که بعد گذشتن هزارها سال حالی هم به پیغمبری ما اراد میگیرن، حالی هم کوشش میکنن که به این دین مبین زیان و ضرر برسونن. چون که دریاهای رحمت جوش کرد، سنگها هم آب حیوان نوش کرد. مرده 100 ساله بیران شد زگور، دیو ملعون شد به خوبی رشک حور. این همه روی زمین سرسبز شد، چوب خشک اشکوفه کردن نقص شد. ببینه بهار شده است،
هفته دیگه میایم که همه درختها گل کردیان الکی، بلبلا در چه چه میزنند، زیرا خداوند طبیعت از زنده کرد. همچنین به تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند بنی بشر از زنده کرد، تاریخ بشریت از زنده کرد. قصه کوتاه در مال و حال نه فقط حلیمه بلکه تمام مردم بنی سعد، همو اهل محله و اهل دیار خداوند چنان برکت عطا کرد. همه دیگر میگفتن قسم به خدا یا حلیمه یک فرزندی نیک پیرت انتخاب کردی. خشوب حالت زنهای دیگر به حلیمه غیبته میخوردن، حسد میبردن که ای کاش که ما ایره قبول میکردیم. از بین 2 سال گذشت، حضرت صلی الله علیه و سلم از تمام کودکای دیگر نیرومندتر قویتر کلام شده بود. پسرکی 2 ساله علاقه تخته در کوچه ها میگشت و حلیمه هم قدر محبت بسته بود. و این شخصی هست که با اون محبت نکنی، دیده که به آلایش باشد، شخصی که مکار نباشد، حیله‌گر نباشد، مگر میتواند چنین یک طفلکی را دوست دارد. بعد 2 سال نزد مادرش آورد، مادرش التماس کرد، گفت من از باد هوای مکه به همین طفلک به همین فرزندم خوف دارم. در مکه کسل ها می آید، بیماری های وبا و دیگر بیماری های سرایت کننده. بگذار التماس گفت بگذار من امیره کلام کردم بگیرم. عبدالمطلب یک مبلغ بسیار کلان را براش داد، زیرا عبدالمطلب عبدالله را دوست می داشت و وقتی عبدالله در قید حیات نبوده این کودکک تولد شد، برای عبدالمطلب از جانش عزیزتر بود. حلیمه گفت برای تربیه باقی مانده پول نمیگیرم، فقط اجازت من فرزندم در نزد خودم بگذارم و کلام کنم. مادرش هم از بس که یک بیماری سخت در مکه حکم فرما بود، وبای بود، فرزند داد در دست حلیمه برای من بعد کلام کردن. حلیمه آورد فرزنده، تا 4 سالگی در نزدش بود. بار همراه کودکا، همراه برادران رضاعیش بازی میکرد، ناخواست 2 نفر شخص پیدا شدن، با پشت خواباندندش، سینه مبارک چاک کردن. برادرش عبدالله ابن حریث وقت دید تلخش گفید، تازان بیچاره به خونه شون اومد نزد مادرش که مادر جان برادر قریشی ما 2 مرد اومدن کشتن. حقیقتا سینه‌ش چاک کرده بودن و از قفس سینه قلبش خارج کردن. حضرت جبرئیل یک خونی لربسته بود علاقه از داخل قلبش خارج کرد، گفت این نصیبه شیطان بود که در قلب تو بود، گرفت دور انداختش. بعدا قلبش شستن و در موضع خودش باز از نو وصل کردن و گذاشتن. این همون انشراح قلب است که در سوره الم نشرح خداوند با پیغمبر خودش منت میگذارد، الم نشرح لک صدرک، ای حبیبی من آیا من سینه تو را باز نکردم، قلب تو را پاکیزه و تازه نکردم؟ تو پس چرا غمگین میشوی؟ تو چرا مایوس میشوی؟ فإن مع العسر یسرا، پس بدرسته که همراهی هر یک مشکلی آسانی است. هر مشکلی که به سرت آمد غمگین مشو، زیرا بعد اون مشکلی آسانی است. این مع العسر یسرا، بدرسته که همراهی همون مشکلی باز یک آسانی دیگر است. در مقابل یک مشکلی خداوند 2 آسانی را ذکر کرد. وقتی که حلیمه ای کار دید اومد که فرزند رنگ روش کندگی، واقعا در نزد سینه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک ایزی جراحی نمودار بود. حضرت انس ابن مالک میگوید که ما همون را در بدن حضرت میدیدیم، مشاهده میکردیم. آوردندش نزد مادرش حلیمه که راستی من گفت ترسیدم خدای نکرده در دست من یگان کار شود، من تا قیامت دیگه خدمت نمیبخشم، ترسیدم. گفت آمد به آغوش مادر مهربان. خداوند خواسته بود که این فرزند چند مدت همراه مادرش باشد، زیرا مادرش هم قدر عمری طولانی نداشت. در این زمین باید که مادرم از بین می رفت. باره در سین 6 سالگی رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت به مادرش مراجعت کرد که مادر جان پدری من کجاست؟ من میگم که محمد ابن عبدالله هستم، من عبدالله در کجا است؟ مادرش گفت فرزند عزیز پدرت از دنیا گذشته است، در خاک مدینه منوره گور شده است.
اگر خواهی گفت میریم قبر پدرت هم ببینیم. گفت بسیار میخواهم. ببینه این طفل به حد عزیز بود که عبدالمطلب با وجود همون 30 سال کلانش همه کارش ترک کرد، رختی سفر بست و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو همراه مادرش و یک کنیزی که از پدر برای او مانده بود، ام ایمن برکه، سوار شتر کرده عازم مدینه منوره شدند. 500 کیلومتر راه طی کرده و به مدینه آمدند. آمد مادری مشفق شم قبر شوهری را که هنوز از بوش سیر نشده بود، از دیدارش سیر نشده بود، همگی 1 ماه زندگی کرده بودند، زیارت کرد و فرزندش نشان داد. و هنگامی که باز میگشتند قفا می آمدند در منطقه ابوا که بین مکه و مدینه است، مادرش هم از دنیا گذشت. طفل 6 ساله یتیم ماند، از پدر و مادر جدا شد. عبدالمطلب طفل در آغوش خود کشید، آوردش، از فرزندای خود بالاش میگذاشت. از این خاطر بود که خداوند متعال به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم تاکید کرد: الم یجد که یتیما فآوا. ای حبیبی من، مگر ترا الله بزرگ یتیم نیافت، از پدر مادر محروم نیافت؟ من ترا مگر معوض نداد خداوند؟ مگر برای تو سرپرست صاحب درکی از پدر و مادرت کمی نداشتن وضع نکرد؟ حتی در کتب تاریخ آمده است عبدالمطلب سرور قریش بود. برای او در نزدیکی خانه مکه، خانه کعبه، یک گله می پرداختن، یک فرش بالاش تنها می نشست، در اطرافش پسرای برومندش حلقه زده می ایستادن. کسی اجازت نداشت که در وقت نشستن عبدالمطلب در پهلوش نشیند. اما حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که می اومد عبدالمطلب صداش میکرد، در پهلوش میشیناندش. بار امکاش یک کم سیاستش کردن که این کار نکن، اگر بابات دعوت هم که کرد نیا، ای بس تو نبیرش میشوی. و وقتی او بابات میشینه، ببین که ما مردکای کلان زن و فرزندار در حضور پدر ما نمیشینیم، تو چرا در پهلوش میشینی؟ حضرت 1-2 بار از خجالت نزدیک نشد، اما عبدالمطلب صدا میکرد که کو پسری مرا بیاره، پسر ما پیدا کنی. تا پیداش نمیکردند در پهلوش نمیشیش، آرام نمیگرفت و فرزنداش میگفت که این فرزند این در وجاهتش دیده میشود که این از شما فرق میکند، این دیگر کس است، این از تمام قریش فرق میکنه. انشالله من از الله بزرگ امید دارم که این فرزند ما را یک شخصی برومند بزرگ میکند. وقتی که حضرت صلی الله علیه و سلم 8 ساله و 2 ماهه و 10 روزه بود، عبدالمطلب هم در سکرات مرگ افتید. قبل از وفات پسرش ابو طالب که با پدر محمد صلی الله علیه و سلم برادر شقیقه هستند، از یک پدر یک مادر هستند، صدا کرد و گفت همین فرزند من به تو وصیت کردم یا ابو طالب، اگر خدای نکرده یگان واقعه شود من از تو دامنگیر میشم. به ابو طالب توصیه کرد. حضرت خودش جان به جان آفرین تسلیم کرد رفت. عبدالمطلب از دنیا گذشت. ابو طالب از پدرش دیده محمد خردسال خوبتر نگهبین میکرد. ببینه عادتا همین ینگه ها کم کم بخیلی میکنن، سختشون میرسه، مخصوصا کودک یتیم باشه در خلوت میپوچنش، گوش تا میتن. اما خداوند که حبیبش دوست میداشت و معواش داده بود، زن ابو طالب فاطمه بنت اسد که خودی این زن اصلا هاشمی است، از زنای هاشمی است، مادر علی. محمد خردسال از علی و عقیل و جعفر بالا میدونست، به حد دوستش میداشت. خداوند فاطمه را به اسلام مشرف گردان و این فاطمه مادر علی به مدینه منوره هجرت کرده است، در مدینه گذشت، در قبرستان بقیع به خاک سپاریده شده است. وقتی فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، حضرت صلی الله علیه و سلم گریست در بالای تابوتش، گفت خدا رحمتت کنه که تو قسم به خدا جای مادر ما پر کردی. وقتی که تو مرا تربیه کردی من همین بی مادری را احساس نکردم، تو واقعا برای من یک مادری خیرخواهی هستی. بعد دعا کرد که پروردگار رحمت مغفرتش کن، همچنانه که این مادر ما را تربیه کرده است.
ابو طالب گفتیم که حضرت بسیار دوست می داشت. حتی در تاریخ آمده است که باره میخواست به سفر برایت به جانب شام. ما برای شما چندین مراتبه گفتیم که زندگی مردم قریش، زندگی مردم مکه از حساب همون سفرها بود، سفرهای تجاری میکردن، به قول امروزه برده میرفتن. ابو طالب باره عزم سفر شام کرد. حضرت صلی الله علیه و سلم 12 ساله بود، خرد بود. وقتی ابو طالب میخواست از مکه خارج شود، حضرت نزدش آمد گفت عمک جان مرا به کی پرتافته میرای؟ دیگر دل ابو طالب دب کفانش دب پاره شد. فرزند گرفت در شتر در پهلو شناند، قسم به خدا گفت تا وقت زنده هستم من ترا ترک نمیکنم، تا وقت زنده هستم من ترا ترک نمیکنم، نمیگذارم یک خاری در پود بخوره. و همراهش گرفته و به شام رفتن. در نزدیکی شهر بصره هنگام ورود به شام یک شهر بود است با نام حوران. حوران امروز هم خیوران میگن اگر گوش کنه. و یهودی ها این شهر را ضبط کرده و از مسلمان ها گرفتیم بدبخت ها. منطقه خیوران میگن در تلویزیون. یک راهب زندگی میکرد با نام بحیرا. اصلا نامش جرجس بود است اما تخلصی بحیرا داشته است، به همین بحیرا معروف بود. وقتی که خریستیان ها پاپ شدن، کاردینال شدند، از او بالاتر پاپ شدند، به غیر نامشو باید تخلصی دیگر هم میگیرن. این شخص بسیار آدم معروف و مشهور بود و مردم عرب هیچ حساب نمیکرد، زیرا مشرک بودن، اهل کتاب نبودن. این بار از بالای همون صومعش پایین فرومد، از همون منستیرش پایین فرومد، آمد در میان مردم عرب، همون قریشی ها کاروان که نو فرومده بود، جستجو کرد، حضرت پیدا کرد، دستش گرفت، دستش بوسید، پسری 12 ساله را. گفت هذا سید العالمین و هذا رسول الله رب العالمین یبعثه الله رحمتا للعالمین. به مردم جاهل گفت این سید عالمیان است، این خداوند پیغمبر عالمیان و پیغمبری مبعوث میکنه و رحمت میشه برای تمام عالم، تمام بنی بشر نجات میده. ابو طالب همراه شیخای قریش تعجب کردن، گفتن ما علمک بما علمت، تو از کجا میدونی؟ گفتن گفت وقتی که از عقبه میفرماده، از عقبه وقتی پایین میشده، تمام سنگ ها و درختان به این سجده میکردند، صلوات میفرستادند. با کار خداوند گوشای شما را کر کرده است، مشرکا نمیفهمید. درخت و سنگ فقط به پیغمبر صلوات میفرستند، فقط در پیش پیغمبر تعظیم میکنند. و این را گفت به همون نشانه مهر نبوت که در پشتش است میشناسم، و دست کرده پشت حضرت نشان داد. به مقدار یک سیبکی خورد در زیر شانه راستش مهر نبوت بود، نشان شد که این مهر نبوت است. این را نه فقط من، این را تمام اهل کتاب میشناسد. و من گفت به جان این طفلک خوف دارم از یهودی های شام. کی است؟ گفت سرداری ای. ابو طالب گفت ولی من هستم، عمکش هستم. گفت ترا به خدا قسم این کودک بصره ندارو، خوف دارم که به جانش یگان آسیب میرسونن، با در خجالت میمونی. و این عمک بزرگو را ببینه که همه کار ترک کرده. حضرت صلی الله علیه و سلم از نو به مکه مکرمه ارسال کرد، نگذاشتش که داخل بصره شود. قصه کوتاه، محمد خردسال یک جوان صالح با ادب، با غیرت، با محبت بزرگ شد. تمام قریشی ها دوستش می داشتن، از بس که خدای تعالی از خوردی قلبش پاک و به آلایش کرده بود. ولی همه حسده که در دلهای ما هست، کینه که داریم، عداوت داریم، بغض داریم، همش از حساب اون است که در قلب ما حصه شیطان وجود دارد. اما خداوند متعال قلب حبیب شه از همون خردسالیش، از 4 سالگیش علاقه پاکیزه کرده بود. نه کسی را دشنام حقارت کرده است، نه کسی را سخن تند گفته است، نه با کسی منازعه و جنجال کرده است. این خیلی کودک کی دوست نمیداره، برای همه محیب بود. از خوردیش امینش میگفتن، محمد الامین. امین کسی را میگن که خیانت نکند،
امین کسی را میگویند که امانت پاس دارد، امین کسی را میگویند که راست قول باشد، راستگو باشد، راست گفتار و راست رفتار باشد. و این تخلص از خوردش به محمد امین الکی از جانب مردم قریش داده شده بود. دو سخنی در موضوع نامش، نام محمد صلی الله علیه و سلم. بسیاری محققان میگن که نام محمد در میان عرب نبود، اصلا نبود. و وقتی که باباش عبدالمطلب حضرت داخل کعبه کرده، در کعبه نام او را محمد گذاشت، همه میگه در تعجب موندن. اما درستش این است که نام نادر بود، اما بود. در کتب تاریخی آمده است، مثلا ابن فورق روایت میکند 3 نفر میگه شخصا بودن که با نام محمد ذکر میشوند. بعضی ها همین عدد تا 16 نفر رساندگیان، یعنی از 3 تا 16 نفر شخص در نیم جزیره عربستان با نام محمد زندگی کردند. سبب محمد نام گرفتن شو چی است؟ عادتا این نام شخصای میگذاشتن که با نصرانی ها نزدیک بودن، یعنی در شفت نصرانی ها میزیستن، مردم یمن یا مردم مثلا شام. چرا این نام میگذاشتن؟ زیرا از نصرانی ها شنیده بودن که پیغمبر آخر زمان محمد صلی الله علیه و سلم انقریب باید تولد شود در همین سرزمین، در این مرز. با آرزوی آن که یکی همین فرزند ما همون محمد موعوده نباشد، نامای فرزنداشون هم محمد گذاشتن. و این عبدالمطلبی که از نصرانی ها و از اهل کتاب فرسخ ها دور بود، خداوند الهامش داد و فرزند در نامش گذاشت محمد صلی الله علیه و سلم. مادرش نامش احمد گذاشته است. در قرآن عظیم شان در 4 موضع نام محمد صلی الله علیه و سلم ذکر شده است. در یک موضع در سوره صف نام احمد صلی الله علیه و سلم. هر دو نام هم نام حضرت هستند. قصه کوتاه، پسر برنادیل کلان شد، اگر چنده که ابو طالب دوستش می داشت، نگهبینش میکرد، اما از بس که میدید که ابو طالب عیالمند است، از امو خوردش گوسفندای مردم قریش می چرانید در بدل چند قیرات مزدی که براش میدادن گوسفندبانی میکرد. بعدا وقتی که اندک بزرگتر شد، همراه یکی از تاجر بچه ها با نام صایب ابن ابی صایب به تجارت مشغول شد. در تاریخ آمده است که وقتی صایب ابن ابی صایب به نزدش آمد در روز فتح مکه و با او سلام عرض کرد، حضرت صلی الله علیه و سلم گفت خوش آمدی، تو رفیق بسیار خوبه بدی در تجارت همراهی من. و وقتی که سین مبارک به 25 رسید، خدیجه بنت خویلد، زیباترین زن قریش، ثروتمندترین زن قریش، زنی که به حد آبرو و عزت داشت که در دار و ندوه، در دار ندوه هم حتی میرفت مصلحت مشورت میداد و هر سال برای تجارت کاروان میفرستاد. این بار وقتی که به طلب یک نفر شخصی که امین باشد کاروان را برده به منزل مراد رساند و بعد بازگشت کند و در مال خیانت نکند افتاد، با او توصیه کردند که همین محمد جیان ابو طالب به کار گیر، بسیار شخصی امین است، با صلاحیت است، از تجارت هم با خبر است، جوانی با ادب است. از بس که خدیجه نمیشناخت محمد صلی الله علیه و سلم را، از این خاطر غلام خود میسره را همراهش کرد. گفت مواظب باش، ببین که من آدم نمیشناسم، مبادا خیانت نکند. میسره در مدت سفر تا به شام خود عاشق شیفته محمد صلی الله علیه و سلم شد. رفتار و کردار او را دید، سخنهای شیرین او را دید، معامله و مناسبت او را دید. وقتی دید که برای مال خدیجه که موکل است، این را وکیل انتخاب کرده است، چقدر سعی تلاش میکند و بعضی چیزهای دیگر هم پیخست کرد. آدمی به عقل و به فراست زود همین چیزها را درک میکند، اما آدمی به عقل و به فراست مثل خر زعم کرده و به میشینه. میسره هنگام سفر دید که بعضا وقتی که آبش تمام میشود، قدرت خدای تعالی در صحرای بی آب و در گرمی تابستان ابر پیدا میشود و میبارونه.
пайхас кард ки баъзан дар ҷоҳое ки ягон соягӣ нестаи барои истироҳат фуруд меоянд, абр меояд болои сари расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегирад. ҳамин чизҳоро эҳсос кард. вақте бозгашт кардан назди модар омад, ба ҳадде тавсиф кард муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллама ки хадиҷаи модар ошиқи зор шуд, зане ки тамоми қурашиҳо хостгораш буданд. ҳама садҳо одам ба хостгорӣ омада буд, аммо гуфта буд ман дига шавҳар намегирам. ошиқе шуд ба ҳадде ки бибинед зан аслан як иффат дорад, шарм ҳаё дорад. як дугонае дошт бо номи Нафиса бинти Мунья. даъваташ кард, гуфт ман чӣ кор кунам ки дига дилам ором надорад, бесабру беқарор шудам. Нафиса дар хилват ҳазрата садо кард, гуфт ки зан намегирӣ ё Муҳаммад, охи сини солат ба ҷое расидааст, 25 сола шуди таълака. гуфт зан мегирам, не ки мушкилтар аст маҳри занам маҳайё кардан ва як зани солиҳа пайдо кардан. гуфт Хадиҷара дидӣ? гуфт дидамаш. гуфт чӣ хел аст? гуфт бисёр зани соҳибҷамол, бо каромат, бо шарофат. гуфт майл надорӣ Хадиҷара бигирӣ? гуфт магар Хадиҷа мара мегира? то гуфт хостгор бифрист, Хадиҷа розӣ мешавад, мегирад. омад назди амакаш Абу Толиб. бибинед як ҳафта пеш дар ҳисор будем, як бародари ҳоҷӣ суол кард ки охи ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва саллам ин қадар хушрӯ будааст, ҳусни ҷамолаш аз ҳусни ҷамоли Юсуф зеботар буд, пас чаро аз худаш калон зан гирифт? ман дар ҷавоб гуфтам ки додарҷон, агар ту Хадиҷаи модармо намедидӣ, ҳаргиз ин калимаро ба забонат талаффуз намекардӣ. чӣ басо заное ҳастанд ки аз 100 духтари бокира зеботар ҳастанд. магар амира надиде? тасаввур кунед ки баъзе заное ҳастанд, хосатан ҳамин барои зани зебора айёми таровату шукуфоиш аз ҳамин 30 то 40 солагӣ аст. парраи хишрӯ мешавад. одатан духтаро харобтар мешаванд, қоқи қоқала. не ки вақте ки зан агар зебо соҳибҷамол бошад, то чанде вақте хича пир кард, бениҳоят соҳибҷамол мешавад. ба ҳадде модар бо хушрӯ буд ки дар Қурайш зане ба зебоии ӯ набудааст. ҳама мардҳо шефташ буданд. ба назди Абу Толиби амакаш вақте ин сухана гуфт, Абу Толиб гуфт бачам худо додад. хушо ба ҳолат. омад хостгорӣ кард ва модарму Хадиҷа ба никоҳи ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар омад ва ҷону моли худша фидои ҳазрат кард. ҷону молша дар хизматаш қоим буд. ба ҳадде ҳазрат дӯсташ медошт, ба ҳадде дӯсташ медошт. баъди вафоти биби Хадиҷа, тасаввур кунед ки то замони биби Хадиҷаи модармо зинда буд, ҳазрат орзуи зан накардааст. дар Қурайше ки дар онҷа зан гирифтану зана талоқ кардан бозиша буд, карада буд, орзуи зан накард. баъди вафоти модармо дар назди занҳош баъзан вақте сухан аз биби Хадиҷаи модармо меафтид, ба ҳадде таърифу тавсифш мекард, ҳазрат баъзан аз чашмош ашк ҷорӣ мешудааст. биби Оишаи модармон мегӯяд ки мо ғирту алон аҳадин мин нисои расулиллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам мо ғирту ала Хадиҷа. ба ҳеҷ зани ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва саллам ин қадар рашке ки ба биби Хадиҷа доштам надоштам. мега рашк меомад. биби Хадиҷае ки пешай биби Оишаи модармо аз дунё рафтааст, биби Хадиҷае ки биби Оиша надидааст амуро, аммо мега ба ҳадде таърифу тавсифш мекард ҳазрат ки рашки ман меомад. хушо ба ҳоли касе ки худои таоло ита зани солиҳаш буда. воқеан ҳамин шерамардора занҳо шерамард мекунанд, шеразанҳо шерамардчӯ мекунанд. пас ҳар кадамет ки боше доим дуо кунед ки худовандо соҳиби зани солиҳам кун. як бародар ин саҳар дар телефони мо пул гузарондааст, илтимос кардааст ки як дуо куне дастаҷамона дар рӯзи ҷумъа ки як зани солиҳа худованд насибам бигардона. парвардигор ба ин бародар, ба тамоми бародарое ки дар орзуи зани солиҳа ҳастанд, хоҳ ҷавон бошанд хоҳ пир, худовандо ҷуфтои солиҳу солим насиб рӯзӣ гардон. омин ё раббал оламин. ба ҳамин тариқ ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва саллам то сини 37 солагӣ ба зиндагӣ машғул буд, ба тиҷоратҳо машғул буд, то ин ки бори аввал дар сини 37 солагӣ руъёи солиҳа дид. руъёи солиҳа яъне хобе ки мисли рӯшноӣ,
صبح روشن است، در ذهن در یاد آدم میماند. حضرت عادتا خواب نمیدید است، اما وقتی باری اول رؤیای صالحه را دید دیگه خودش در شگفت افتاد. کار و باری دنیا دیگه در دلش سرد شد، دیگه تمام محبت از دنیا قطع کرد، دیگه دستش در یگان کار پیش نمی رفت. و من بعد حضرت خلوت اختیار کرد. خلوت در ماه شریف رمضان می رفت، مدت 1 ماه در غار حرا. حاجیان میدونن این غار حرا در کجا است. بسیاری حاجیامون بیچاره را زورشون نمیرسه که به غار حرا را نرسن. حضرت 1 ماه به تنهایی در غار حرا میرفت و عبادت مشغول میشد. اگر چند طریقه عبادت نمیدونست، اما خداوند پیغمبرای خجا است عبادت بت نعوذ بالله و از شرک همیشه نگه میدارد. 1 طرفت العین حضرت 1 بتی را قبول نداشت. وقتی در نزدش قسم به لات و عزا میخوردن چنان غضبناک میشد که حضرت هیچ وقت قدر غضبناک نمیدیدن. میگفتن چرا تو اینقدر غضبناک میشوی؟ دشنامت میتنی که غضب نمیگیری؟ آقا میگفت همین لات و عزا دو سنگ بدخاصیت یا چی هستن که شما به هم یا قسم میخوری؟ آقا قسم میخوری قسم به الله بخوری، شرم نمیداری؟ مدت 3 سال حضرت رؤیای صالحه میدید تا اینکه عاقبت الامر سالی 40 عام الفیل 40 از تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت جبرئیل امین در غار حرا در نزدش پیدا شد. واقعا روزی دوشنبه بود، شبانه، روزی دوشنبه را شبش بگیم 21 رمضان به قول اصح حساب و کتاب کردن از همه درستر شبی 21 رمضان است. و همچو فلق صبح حضرت جبرئیل امین در نزدش حاضر شد، گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم اقرا، بخوان. گفت ما انا بقاری، من گفت خطخوان نیستم، هیچی را نمیدونم. حضرت میگه جبرئیل آغوشم کرد، چنان زیر کرد که گمان کردم که از تمام وجودم قوت دیگه همه از بدنم ترک شده رفت. باز میگه در زمین گذاشتم، گفت اقرا، بخون. با میگه در جواب گفت من قاری نیستم، چرا بخونم؟ باز بار دیگه آغوش کرد، میگه به همون شکل چنان فشار امداد که گمان کردم آسمان و زمین به هم دیگر سایش یافتن. بار سوم وقتی گفتم ما انا بقاری، من قاری نیستم، گفت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اول چیزی که از قرآن عظیم شان با رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل گشته است همین 5 آیه اولی سوره اقرا است. از بس که